سیوم март اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در نهمین کنفرانس وزیران قلب آسیا روند استانبول زیر عنوان تقویت جامعه برای صلح و رشد اشتراک و سخنرانی کردند. در کاری همایش سطح بلند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، پرزیدنت جمهوری اسلامی افغانستان محترم محمد اشرف غنی و نمایندگان 15 کشور شرکت کننده در شکل حضوری از جمله جمهوری تاجیکستان، افغانستان، ایران، ترکیه، آذربایجان، پاکستان، قطر، قزاقستان، هندوستان، ازبکستان، عربستان سعودی، امارات متحده عرب، چین، روسیه، 16 کشور مددرسان، راهبران 16 سازمان منطقوی و بین المللی در شکل مجازی شرکت ورزیدند. فعالیت این روند به تحکیم امنیت منطقوی، همکاری اقتصادی و سیاسی با افغانستان توسط مکالمه و تدبیرهای اعتمادسازی نگرانده شده است. مکالمه منطقوی در مد اول از همکاری‌ها در مبارزه با تهدیدهای عمومی از جمله مبارزه با تروریسم، مواد مخدر، فقر و افراطگرایی آغاز یافته است. در نظر است که در پایان کنفرانس اعلامیه دوشنبه قبول گردد. کار همایش را با سخن مقدموی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری اسلامی افغانستان محترم محمد اشرف غنی افتتاح کردند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اشتراکچیان را به سرزمین مهمان نواز تاجیکستان خیر مقدم گفته همه آنها را به مناسبت جشن بین المللی نوروز تبریک کردند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان در آغاز سخنرانی تاکید داشتند که تاجیکستان و افغانستان را مشترکات زیادی تمدنی و رابطه‌های زیچ حسن همجواری به هم می‌پیوندند. مردم شریف این کشور برادر با ما همزبان و همفرهنگ بوده، ریشه‌های مشترک تاریخی ما به عمق هزار ساله‌ها می‌رسند. از این رو طبیعی است که ما با سرنوشت برادران افغان خود به تفاوت نیستیم. هر درد و رنجی که مردم افغانستان می‌کشد در قلب مردم تاجیک نیز صدا می‌دهد. اظهار داشتند پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان. مورد ذکر است که پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در چندین همایش‌های بین المللی مربوط به افغانستان بارها از اعضای جامعه جهانی دعوت به عمل آوردند که کمک خود را در حل قضیه افغانستان دریغ ندارند، زیرا بحران این کشور یک مشکلات بین المللی است. سرور دولت محترم امامعلی رحمان فعالیت و مقام قلب آسیا روند استانبول را از زمان تشکلیابیش در سال 2011 تا به امروز مهم ارزیابی کردند. تاجیکستان تطبیق استراتژی فراگیر بین المللی را جهت تامین ثبات و برقرارسازی حیات آسایشته در افغانستان همه‌جانبه دستگیری می‌نماید. ما اطمینان داریم که همایش امروزه دوشنبه با وظیفه‌گذاری‌های نو در بررسی و حل مشکلات این کشور قدم‌های تازه را خواهد گذاشت. اظهار داشتند پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان و با باوری تاکید نمودند که جامعه بین المللی با تشبث و پیشنهادهای نو خود مکانیزم همکاری و کمک‌ها را به افغانستان باز هم مکمل خواهد کرد.